بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، در قسمت سومش رسیدیم که ما و شما وقتی فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی دارای صفت چی هست؟ جلال و کبریا و عظمت است. با این صفت الله سبحانه و تعالی که ذات کبریا هست چه قسم زندگی بکنیم؟ اول ما و شما وقتی فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی دارای کبریا و عظمت است با کمال ذات و ربوبیتش، پس ما میفهمیم که الله سبحانه و تعالی کمال است ذاتش و افعالش و احکامش و تمام آنچه که به او است. بناهن بر ما بنده های عاجز شایسته نیست که تکبر یا کبریا داشته باشیم. بر ما چی هست؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شایسته مایی است که در مقابل او ذات با عظمت عاجزی، بندگی و سر سجده و کمر رکوع را خم بکنیم و سر سجده را بگذاریم. این قسم الله ذات صاحب کبریا هست و ما مخلوقات عاجز هستیم. الله سبحانه و تعالی المتکبر است، به این معنا که تکبر کرده، بلندی و عظمت کرده که او مثل مانند داشته باشه. پس هیچ وقتی در حکم الله، در شریعت الله، در ذات الله، در صفات الله، در افعال الله کس را شریک نسازیم. کسایی که قانون میسازن و میخواین که قانونشان ضد شریعت الله باشه، اینا چی هستن؟ اینا مشرک شدن و در صفت الله سبحانه و تعالی خود شریک ساختن. و کسی که این قانون گذارا را قبول میکنن، پس اینا هم اینا را قبول میکنن که در کبریا و عظمت الله که مسلمان ندارن اینا شریک شوند. استغفر الله. سوم، فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی دارای چی هست؟ ذات است که دارای تکبر است، یعنی تکبر عن ظلم عباده. الله سبحانه و تعالی ذات کبریا هست، هیچ وقت ظلم نمیکنه. پس هر قدر ما بندگی بکنیم و عاجزی بکنیم و به الله تسلیم باشیم، الله سبحانه و تعالی ذات رحمان الرحیم و ذات عادل است، عدالت میکنه، ظلم برای بنده های خود نمیکنه. دیگه الله سبحانه و تعالی تکبر کرده که کسی در احکام شریک شود. اگر شریک میسازه کس خدا، الله او را هلاک میسازه. و الله سبحانه و تعالی چی کرده؟ تکبر کرده بالای او بنده هایی که اونا دعوای کبریا و عظمت میکنن، اونا را ذلیل میسازه و اونا را با این صفات کبریا و جبروت و ملکوت خود میگیره و تحت سیطریش هستن و الله متعال اونا را ذلیل میسازه. و فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی متکبر است، یعنی از هر عیب الله سبحانه و تعالی پاک است. پاک است الله سبحانه و تعالی، هیچ عیبی نداره، ذات کبریا و با جلال و با عظمت است. و امیر هم فهمید که الله سبحانه و تعالی راضی نمیشه کسی که مخالفت با رسولش بکنه. برای ما و شما همیشه کوشش میکنیم که مطابق قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.